ولیخانی هستم از ونکوور کانادا. میخوام در مورد فرانچایزها براتون توضیح بدم. فرانچایز اینطوری هستش که شما میاید نمایندگی اون بیزینس رو میخرید، یه پول اولیه میدید و ماهانه هم یه مبلغی رو از فروشتون بهشون میدید. اجازه ندارید محصول دیگه‌ای به جز همون محصولی که برای فرانچایز هست بفروشید یا تغییر بدید. خوبی فرانچایز این هستش که شما دیگه نیازی نداره تبلیغ بکنید. تبلیغ و شعبه اصلی انجام میدن. هر کسی از مردم که اون تبلیغ رو ببینن میان و از فروشگاه شما خرید میکنن. با فرانچایز میتونید مهاجرت بکنید. اگر کمک میخواید ما میتونیم به شما کمک بکنیم.